همراهشان هم پیمان نشوید. اگر آنها را دوست گرفتید و با آنها هم پیمان شدید، شما از جمله آنها هستید، یعنی شما کافر هستید. به همین دلیل اینها به این آیت کافر هستند، در حالی که الله سبحانه و تعالی می فرماید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، با طاغوت کافر شوید و بعدا به الله ایمان دارید. امام علی رحمانوف یک طاغوت بسیار بزرگ است. کشور تاجیکستان یک کشور طاغوتی است و هر کسی که مدافع امام علی رحمانوف، همه اینها کافر مرتد هستند. با وجه کلمه خواندن از اسلام میبرند، چون که تابع دشمن الله هستند. روزش برش بدر نمیخورد، نمازش نمیخورد، زکاتش نمیخورد، حجش نمیکنه. هر چی که خود را مسلمان بگیره، شب و روز کلمه بخونه، اما مدافع طاغوت باشه، از طاغوت دفاع بکنه، از طاغوت اطاعت بکنه، اینها چی هستند؟ همش کافر هستند.